حضرت سلیمان ثروتمندترین پیامبر تاریخ، یکی از پیامبران بزرگی که اسمش 17 بار در قرآن آمده. سلیمان صاحب فرمانروایی بود که در اون انسان و جن و پری و باد و پرندگان و حیوانات همه به فرمان او بودند. و جالبه بدونید از امام صادق نقل شده 4 نفر بر سراسر زمین فرمان روایی کردند که 2 نفر از اونها مؤمن و 2 نفر کافر بودند. 2 نفر مؤمنان سلیمان و ذوالقرنین بودند. حضرت سلیمان پیامبری که در این ویدیو بیشتر با او آشنا میشیم و ذوالقرنین که داستان جالب زندانی کردن یأجوج و مأجوج از این فرد در کانال ما قرار گرفته. و البته اون 2 نفر کافر نمرود و بختالنصر بودند. حضرت سلیمان فرزند داوود پیامبر بود و در فلسطین به دنیا اومد. مردم از زمان کودکی حضرت سلیمان از خوبی و عدالت خواهی و دانایی او خبر داشتند. حضرت داوود قبل از وفاتش تصمیم گرفت فرزندش را به جانشینی در بین بنی اسرائیل انتخاب کند. اما قوم بنی اسرائیل به بهونه اینکه سن سلیمان پایین است او را نمیپذیرفتند. قرار شد چوب دستی های مختلفی از افراد قوم بنی اسرائیل را داخل یک خانه قرار بدهند تا بر روی هر کدام از اونها که سبز شد و گیاه رویید صاحبش به جانشینی حضرت داوود انتخاب شود. فردای آن روز همه با کمال تعجب دیدند که روی چوب دستی سلیمان سبزه روییده. زمانی که حضرت سلیمان به سلطنت رسید فقط 13 سالش بود، اما به لطف خدا سلیمان بر سلطنتی استوار و مملکتی پهناور و مقامی بالا دست پیدا کرد. حضرت سلیمان شغلی نداشت و یک روز به اصرار همسرش برای تهیه غذا به بازار رفت، اما نه پولی داشت و نه شغلی، پس دست خالی برگشت. روز دوم هم به بازار رفت و باز هم دست خالی برگشت. اما روز سوم موفق شد در کنار یک صیاد به دستیاری مشغول شود و در آخر آن روز صیاد 2 ماهی به عنوان دستمزد به حضرت سلیمان داد. سلیمان زمانی که به منزل برگشت شکم ماهی ها را شکافت تا با ماهی ها غذایی بپزند، اما در شکم یکی از آن ماهی ها انگشتری پیدا کرد و زمانی که سلیمان انگشتر را به دست کرد پرندگان و باد و هرچه در اطرافش بود در برابر سلیمان به سجده افتاد. بر روی آن انگشتر نوشته شده بود: منزه است خداوندی که پریان را با کلمات خود به لجام کشید. و اینطور بود که سلیمان به قدرتی فراتر از حد تصور دست پیدا کرد. قدرتی که همه رو مسخر تحت فرمان و فرمانبردار سلیمان می کرد. فقط لحظه‌ای تصور کنید که یک روز خدا به شما این قدرت رو عطا می کرد که تمام موجودات گوش به فرمان شما باشند. انسان با این قدرت چه افکاری که به ذهنش خطور نمی کند. اما اینکه همه اینها به تو داده شده باشد و تو در بهترین راه از آن استفاده کنی و عدالت رو پیشه کنی سخته و از عهده انسان عادی بر نمی آید. در آن زمان مردم شیفته جاه و جلال و ثروت پادشاهان بودند و بهتر بود کسی که به پیامبری می رسید در ظاهر و مال و مکنت از همه تواناتر باشد. و البته سلیمان در باطن هم برتر از همه آنها بود. سلیمان دعا کرد که خدایا به من قدرت و دولتی ببخش که هیچ کس مانند آن را نداشته باشد. و خداوند هم دعای او را مستجاب کرد و فرمان رسید که جن و پری و بادها و حیوانات هم مثل مردم در اطاعت سلیمان باشند. و خداوند هم دعای او را مستجاب کرد و فرمان رسید که جن،
پری، بادها و حیوانات هم مثل مردم در اطاعت سلیمان باشند. پس اگر تصور کردید که سلیمان چه فرد خوششانسی بوده که فقط با یک انگشتر به این همه قدرت رسید، باید شما رو ناامید کنم و بگم سخت در اشتباهید. خداوند اراده کرد و این قدرت رو بر روی سلیمان قرار داد و بعد نام بزرگ خداوند و زبان پرندگان و اسرار دانش‌های پنهان به سلیمان یاد داده شد و خداوند گفت این بخشش ماست که هر اندازه که بخواهی کمتر یا بیشتر تو را بهره‌مند می‌کنیم. نیروی باد در اختیار او بود تا امور زراعت و حمل و نقل دریایی به خوبی پیش بره. زبان حیوانات به سلیمان آموخته شد و از این قدرت برای کسب اطلاعات درست و سریع استفاده می‌کرد. چشمه مصر برای سلیمان به مدت 3 شبانه روز مثل آب روان جاری شد و صنعتگران جن در اختیار و فرمان سلیمان قرار گرفتند تا در ساخت و ساز و عمران از اونها استفاده کنه. جنیان برای او اونچه که از قصرها و بناهای رفیع و بلند میخواست میساختند. یک روز حضرت سلیمان به خداوند گفت خدایا تو من را بر جن و انسانها و حیوانات و پرندگان و دیوها مسلط کردی، ولی یک خواهشی از تو دارم و آن این است که اجازه بدهی بر شیطان هم مسلط بشوم. شیطان را زندانی کنم و به قل و زنجیر بکشم که اینقدر باعث گناه نشود. از سوی خداوند خطاب رسید که سلیمان مصلحت نیست. سلیمان پافشاری کرد و گفت خدایا وجود این موجود لعنت شده برای چه کسی خوب و مفید است؟ با اینکه شیطان به آدم سجده نکرد و قسم خورد آدم و نسل اون رو به نابودی بکشونه، اما اگر سلیمان با زندانی کردنش میتونست همه آثار شیطان رو پاک کنه چقدر عالی میشد. سلیمان فکر عاقلانه‌ای کرده بود. اما از خداوند خطاب رسید که اگر شیطان نباشد کارهای مردم معوق و معطل میماند، عقب میافتد و کار مردم پیش نمی رود. اما سلیمان گفت من میخواهم چند روزی شیطان را حبس کنم. خداوند فرمود حالا که اصرار داری بسم الله او را بگیر. حضرت سلیمان فرستاد شیطان را آوردند، قل و زنجیر کردند و شیطان به زندان حضرت سلیمان افتاد. حضرت سلیمان کارش زنبیل بافی بود. زنبیل درست میکرد و میبرد بازار میفروخت و از این راه امرار معاش میکرد. یک روز زنبیل دار کرد. روز بعد غلامان را فرستاد زنبیل ها را به بازار ببرند و باز هم خبر رسید که بازار بسته است و مردم همه به قبرستان ها رفتند و مشغول گریه و زاری هستند. همه به دنبال انجام کارهایی برای سفر آخرت هستند و هیچ کس کار نمی کند و دنیا رو بی ارزش می بینند. خدایا چه شده؟ مردم چرا دل به کاسبی نمی دهند؟ از سوی خداوند خطاب رسید ای سلیمان تو دلال بازار را گرفتی و زندانی کردی. نگفتم مصلحت نیست شیطان را زندانی کنی؟ حضرت سلیمان دستور داد شیطان را آزاد کردند. صبح که شد دید مردم صبح زود مغازه هایشان را باز کردند و مشغول کسب و کار شدند. قدرت پروردگار یکتا را مشاهده می کنی؟ از همین دشمن هم برای نظم امور استفاده کرده و چه خوب و چه بد، چه پاکی و چه پلیدی همه در اختیار خداوند است و همه در جایی که خداوند می داند و ما نمیدانیم حضور دارند. شعری زیبا از مولانا هست که میگوید اگر نیک و بدی دیدی مزندم که هم ابلیس میباید هم آدم. خداوند در آیه 54 سوره مبارکه آل عمران میفرماید و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر ورزیدند و خدا در پاسخشان مکر به میان آورد و خداوند بهترین مکر کنندگان است.
همانطور که دشمنان خداوند به نقشه کشیدن و حمله کردن مشغول هستند، خداوند سبحان هم با برنامه‌ریزی و تدبیرش نقشه هایشان را نقشه براب می کند و توطئه هایشان را خنثی می کند.